سلام، خوش اومدی به این تمرین مدیتیشن. بی مقدمه میریم سراغ تمرین امروز. پس یه جای راحت و آروم پیدا کن. 4 زانو بشین، دستاتو روی زانوهات یا رانهات قرار بده، هر طور که راحت تری. ستون فقراتتو صاف کن و گردنت رو همراستا با ستون فقراتت نگه دار. یه نفس عمیق برای شروع. دم، بازدم و چشماتو خیلی آروم ببند. مطمئن شو که بدنت کاملا ریلکسه. هیچ جای از بدنت گرفته و منقبض نیست. احساس کن بدنت مثل برگ در دل هوا معلق و آزاده. اجزای صورتت رو کاملا ریلکس کن. اگه چشمات فشرده شده یا فکت رو سفت نگه داشتی، با نفس بعدی آزادشون کن. دم، بازدم. حالا بیا یه سفر رو با هم شروع کنیم. یه سفر درون بدن. سفری برای دیدن، حس کردن و عشق ورزیدن. با هر عضوی از بدن که نام میبرم، تمام توجهتو جمع کن توی همان عضو و کاملا حسش کن. آماده ای؟ بسیار عالی. اول بیا بریم سراغ پاهات. از پای راست شروع میکنیم. انگشتای پای راست تو حس کن. فاصله بین انگشتای پای راست. کف پای راست تو حس کن. روی پای راست. کم کم برو بالاتر و مچ پای راست تو حس کن. ساق پا. زانوی پای راست. ران پای راست. حالا میریم سراغ پای چپ. انگشتای پای چپ، فضای بین انگشتا، کف پای چپ و روی پای چپ. مچ پای چپ، ساق پا، زانوی پای چپ، ران پای چپ. حالا هر دو پات رو با هم حس کن. تمام تمرکزتو بذار روی 2 تا پاهات. این 2 ستون پرقدرت که هر روز تو رو حمل میکنن. ببین چه تجربه هایی رو این پاهای قوی بهت هدیه میدن. قدم زدن، دویدن، رقصیدن و هر کاری که انجامش رو مدیون پاهای نازنینت هستی. به پاهات بگو ممنونم از تلاش بی دریغتون. دوستتون دارم. حالا به دستات توجه کن. از دست راست شروع میکنیم. انگشتای دست راستت رو با تمام وجود حس کن. فاصله بین انگشتاتو حس کن. نوک انگشتات. کف دست راستتو حس کن.
ببین چه انرژی بی‌نظیری کف دستته. حس گزگز شدن کف دست راستت. کمی برو بالاتر. مچ دست راست رو حس کن. آرنج دست راست. بازو و شونه راست تو حس کن. کاملا دست راستت رو ریلکس و رها کن. حالا میریم سراغ دست چپ. انگشتای دست چپ رو حس کن. فاصله بین انگشتای دست چپ رو حس کن. حس زندگی که کف دست چپ جریان داره. مچ دست چپ. ببین میتونی نبض تو روی مچ دست چپت حس کنی؟ آرنج، بازوی چپ و در نهایت شانه چپت رو پر از توجه کن. حالا هر دو دستت رو با تمام وجود حس کن. جوری به دو دستت توجه کن که انگار اولین بار حسشون میکنی. دستات، این دو عضو خارق العاده. چه چیزایی رو بهشون مدیونی؟ چه تجربه هایی رو بدون اونا امروز نداشتی؟ چه احساس های ارزشمندی رو بهت هدیه میدن؟ شاید باشون غذا درست کردی، نوشتی، نقاشی کشیدی، اشکاتو پاک کردی، لمس کردی، در آغوش گرفتی یا هر کاری که تجربه زندگی و برات راحت‌تر کرده. هرچی مهربونی هست هدایت کن به دستات. از همین فاصله دستای خودتو ببوس. بهشون بگو ممنوعم از تمام مراقبت هاتون، از تلاش بی‌وقفتون، از اینکه هر وقت بخوام در اختیارمین. دوستتون دارم. حالا تمرکز کن روی شکمت. مرکزی از زندگی، هضم، حس و غرایز. تک تک سلولهای شکمت رو حس کن. حرکت شکم با نفسات رو حس کن. بدون اینکه تو آگاه باشی، هر روز داره غذا رو برات پردازش میکنه و انرژی تولید میکنه. شکم تو مرکز قدرت و حس زندگی توه. حتی اگه گاهی دوستش نداشتی، اون همیشه عاشقانه برات کار کرده. بهش بگو منو ببخش. دوستت دارم. ممنونم برای اینکه همیشه حامی منی. برو بالا به سمت ریه هات. نفس. این موهبت بزرگ که همیشه هست.
با هر دم زندگی رو به درونت میکشی. و با هر بازدم رها میشی، بدون اینکه حتی بدونی چجوری ریه‌هات دارن زندگی رو درون وجودت پخش میکنن. بی منت نفس رو بهت هدیه میدن. تا حالا فکر کردی برای این نفس‌های هر چند کوچیک چقدر ریه‌ها تلاش میکنن؟ بی وقفه، بدون استراحت. هر لحظه، حتی الان، ریه‌هات دارن برات کار میکنن. بهشون بگو ممنونم برای تمام لحظات زندگی بخش، برای هوای تازه، برای نفس. حالا به چشمات برس. چشماتو درون پلکت حس کن. اگه چشمات فشرده شده، کاملا رهاشون کن. ببین که این چشمای زیبا چقدر توانمندن. حالا که چشمات بسته است، ببین که دیدن دنیای بیرون چقدر ارزشمنده. دیدن چهره عزیزانت، دیدن طبیعت، دیدن آسمون، دیدن رنگ‌ها. به چشمات بگو ممنونم برای اینکه جهان رو به من نشون میدین. ممنونم که به دنیای من روشنایی میبخشین. تمام عشق وجودت رو بفرست به چشمای نازنینت. بیا به گوشهات. گوش سمت راست، گوش سمت چپ. وجود هر دو گوش رو احساس کن. حالا ببین اگر گوشهات نبودن چه تجربیاتی رقم نمیخورد. شاید همین تمرین مدیتیشن الان رو مدیون گوشهاتی. تجربه های لذت بخشی که گوشهات بهت هدیه میدن رو به یاد بیار. صدای موسیقی مورد علاقت، صدای دریا، صدای بارون، صدای خنده های یک کودک، صدای حرف زدن عزیزانت. به گوشات بگو ممنونم که اجازه میدین جهان رو بشنوم. ممنونم. ممنونم. و حالا بیا به دهانت. لبهاتو حس کن. عمیق‌تر شو و فکتو حس کن. اگه فکت منقبض شده، اونو کاملاً ریلکس کن. دندوناتو داخل دهان حس کن. زبانی که بدون اینکه بدونی با ترشح صدها نوع آنزیم حس چشیدن طعم‌های فوق‌العاده رو بهت میده. خندیدن، خوردن غذای مورد علاقت، صحبت کردن با عزیزانت، بوسیدن چهره کسی که دوستش داری. دیگه چه چیزایی بدون وجود دهانت امکان پذیر نبود؟ به دهانت بگو ممنونم که بهم احساس زنده بودن میدین. ممنونم از اینکه وجودم رو ابراز میکنید. و در نهایت بیا به قلبت.
عمیقاً حسش کن. حس کن که سمت چپ سینت یه مرکز پر از احساس وجود داره. این قلب وفادار بیوقفه در حال تپیدن. سال هاست، شب و روز، حتی وقتی خواب بودی، حتی وقتی غمگین بودی یا عاشق، قلبت با تو مونده، برات جنگیده، برات زندگی رو جریان داده. حالا یه لحظه ساکت شو، فقط تپش قلبتو بشنو. بهش بگو از ممنونم برای تمام عشق، برای تمام صبوری. دوستت دارم. و حالا بیا به کل بدن برگردیم. بدنت معبد مقدس توه. بدن تو رو دوست داره. تو چطور؟ بهش عشق میدی یا دائما ازش ایراد میگیری؟ الان وقتشه که بگی بدن عزیزم، من تو رو میبینم، حس میکنم و عمیقاً عاشقت هستم. یه نفس عمیق، دم. با بازدم این عشق و قدردانی رو توی کل بدنت پخش کن، از سر تا پا. بدن تو شایسته این عشقه. 3 نفس عمیق آخر رو جانانه با من همراه شد. دم، بازدم. خدایا شکرت برای این بدن توانمند. دم، بازدم. خدایا شکرت برای نفسی که میتونم بکشم. دم، بازدم. و چشماتو آروم باز کن. خدای شکرت برای اینکه میتونم دنیا رو ببینم. با قلبی پر از عشق، با بدنی پر از حضور، برگرد به لحظه حال. از بدنت غافل نشو. دوستش داشته باش. اینقدر بهش سخت نگیر. قدرشو بدون. نذار مریضی باعث بشه بفهمی عملکرد بدنت چقدر ارزشمنده. تحقیقات علم جدید نشون میده با عشق دادن به بدنت، بدن تو از هر مریضی شفا میدی. از به مدت 1 هفته ازت میخوام این مدیتیشن رو انجام بدی تا سلامتی و شفا رو به بدن دعوت کنی. ممنون که امروز این وقت رو برای بدن هوشمند و وفادارت گذاشتی. تا مدیتیشن بعدی، ناماسته.